در این دوران پر از تحلیل‌های سطحی سیاسی، انگار که حقیقت در زیر انبوهی از حرف‌های بی‌محتوا دفن شده است. تحلیل‌هایی که نه از عمق دانش که از نیاز به بقا و گاهی از توهم دانایی سرچشمه می‌گیرند. انگار که قلم‌ها و زبان‌ها در برابر دستمزدی ناچیز حقیقت را قربانی می‌کنند و به جای آن خود آرایی‌های مدگرایانه را ترویج می‌دهند. رسانه‌ها هم در این میان با مهارت عجیبشان در چهره‌سازی همان صداهای اندک حقیقتگو را به حاشیه می‌رانند. به جای آنها روایت‌های وارونه را با جایگزینی شخصیت‌های اجاره‌ای برجسته می‌کنند. این بازی رسانه‌ای چنان ماهرانه انجام می‌شود که دیگر تشخیص حقیقت از جعل کار آسانی نیست. انگار که تار و پود واقعیت با نخهای دروغ چنان در هم تنیده شده که گویی هیچ راهی برای جدا کردنشان وجود ندارد. این وضعیت ذهن من را به یاد داستانی می‌اندازد. داستانی از شهری دور افتاده. شهری که زمانی به خاطر صداقت و راستی مردمانش شهره بود. اما رفته رفته سایه تحلیل‌های سطحی و روایت‌های وارونه بر این شهر نیز افتاد. در این شهر مردی بود به نام پیر دانا. او نه قلمی داشت و نه رسانه‌ای، اما حرفهایش از دل تجربه‌ای عمیق و دانشی راستین سرچشمه می‌گرفت. مردم در ابتدا به حرفهای او گوش می‌دادند، اما با گذشت زمان تحلیل‌های پرزرق و برق و جذابتری به گوششان رسید. تحلیل‌هایی که از زبان کسانی بیرون می‌آمد که برای جلب توجه حاضر بودند هر حرفی را بزنند. یک روز در شهر اتفاقی افتاد. اتفاقی که می‌توانست مسیر آینده شهر را تغییر دهد. اما تحلیل‌ها و روایت‌های موجود چنان پیچیده و متناقض بود که هیچ کس نمی‌دانست واقعیت چیست. هر کسی طبق منافع خود داستانی را روایت می‌کرد. پیر دانا که از این وضعیت به شدت ناراحت بود، تصمیم گرفت کاری کند. او به میان مردم رفت و با صدایی آرام اما نافذ شروع به گفتن کرد. او نه به دنبال جلب توجه بود و نه به دنبال منفعت. او فقط حقیقت را می گفت. اولین بار مردم با بی‌تفاوتی از کنار حرفهای او گذشتند. اما وقتی دیدند که هیچ کس دیگر حاضر به گفتن حقیقت نیست، کم کم کنجکاو شدند. روز به روز تعداد کسانی که به حرفهای پیر دانا گوش می دادند بیشتر شد. آنها در میان انبوه تحلیل‌های سطحی و روایت‌های وارونه کلام او را چون نوری در تاریکی می دیدند. کم کم مردم شهر شروع به پرسیدن سوال کردند. سوالهایی که دیگران از پاسخ دادن به آنها تفره می رفتند. پیر دانا با صبر و حوصله به همه سوالها پاسخ می داد و با هر پاسخ تار و پود جعل و حقیقت را کمی از هم جدا می کرد. انگار که با هر کلام او لایه‌ای از غبار از چهره حقیقت پاک می شد. مردم کم کم فهمیدند که بسیاری از تحلیل‌های جذاب و پرزرق و برق تنها نمایشی برای پنهان کردن واقعیت بودند. آنها دیدند که چگونه شخصیت‌های اجاره‌ای با روایت‌های وارونه مسیر تفکرشان را منحرف کرده بودند. این روند کند بود اما پیوسته. انگار که قطره قطره سنگی را می‌تراشید. در نهایت اتفاقی که افتاده بود با تمام پیچیدگی‌هایش برای بسیاری از مردم روشن شد. آنها دیدند که حقیقت هرچند تلخ و ناخوشایند اما تنها راه نجات است. این داستان شاید در دنیای واقعی ما به سادگی رقم نخورد، اما پیامش همچنان پابرجاست. در این روزگار تحلیل‌های سطحی و رسانه‌های متمایل، وظیفه هر کدام از ماست که با کنجکاوی، با پرسشگری و با جستجوی حقیقت نگذاریم که تار و پود جعل و واقعیت چنان در هم تنیده شود که دیگر راهی برای تمایزشان باقی نماند. شاید اگر هر کدام از ما چون پیر دانا در حد توان خود صدای حقیقت باشیم، بتوانیم این انبوهی از تحلیل‌های سطحی را شکافته و به عمق واقعیت دست یابیم.